جیمی جون مادرت جلوتو نگاه کن، همش داری ساحل کشورهای عربی رو دید میزنی. بابا حواسم هست دیگه، گیر میدی. اصلا خودت بیا 2 دقیقه رو هوا معلق وایس ببینم میتونی. اشک خب یه وقتی موشکای ایرانی ردچن صف بخونن واسه تل آویو، تو جواب اون نتانیاهو رو میدی؟ من نمیفهمم اسرائیل گندگویی میکنه تو منطقه، وقت ما بدبخت بعد از آمریکا پاشیم بیام مراقب باشیم. حرف سیاسی نزن، کارتو بکن. من میرم چای بخورم میام. گیری کردیم ما، حداقل حقوقا هم یکسان سازی نمیکنن، خرج خانواده در بیاد. ای بابا کجا با این عجله؟ جانم تو کی میدی؟ من پیشرفته ترین پدافند هوای آمریکا هستم. ده خیلی خوشبختم، چه بر و روی، خیلی ماشاءالله داری. چی میگه؟ ببینم عمو جون اینجا چی کار میکنی؟ ما اینجا هستیم تا نذاریم هیچ آسیبی به اسرائیل برسه. چطوری یعنی؟ اینطوری که هیچ موشکی امکان عبور از ما رو نداره. محمد این دریازده نشده، داره هزیون میگه. نمیدونم والا، شاید از این الکل تقلبیه بهش انداختن. احتمالش هست، متاسفانه مشتری مداره دیگه سرش گرده. تو ایران خودمونم کلی تلفات دادیم. هی امان از جهل و نادانی. اینجا دانشگاه نیست کرسی آزارندش رو انداختید، اینجا میدون جنگه. پس برو بزرگترت بگو بیاد، ما تو کار بچه نیستیم. ببین هر حرکت اضافه مساوی است با مرگ. بگم که همه گزینه‌ها رو میزه. خیالت راحت، ما ایرانیان نصف مشکلاتمون رو زیرمیزی حل میکنن. نه منه جل پسر بهتره بری کنار. اون وقت اگه نرم چی؟ ببین ما تازه بالاستیگاشیم، ما این های پرسونو خواه بریسن شرف براتون نمیذارن. قصه نخور، ما برای اونام برنامه داریم. باشه. یا جیسس کراش اینا دیگه چی بودن؟ های پرسونو خواه نه منه حالا کجا رفتن؟ فکر کنم رفتن برای نتانیاهو یه خط نسرون بگیرن بیان. چی میگه؟